این نقشه که کنار من میبینید نقشه عربستان سعودیه. اینجا رو که میبینید، اینجا عربستانی های 4 دیواری درست کردن تحت عنوان خانه خدا و شما رو به گرونترین سفر دنیا دعوت میکنن. سفر کردن به این قسمت حتی از سفر کردن به آمریکا و انگلیس هم گرونتره. اینها پولهای زیادی رو از شما در اینجا میگیرن. در این قسمت به شما میگن خدا به شما گفته مشروب نخور، آهنگ نذار، موسیقی گوش نکن، کنسرت نرو، نرقص، حجاب درست کن. و با پولهایی که از شما در اینجا میگیرن، اینجا مدرنترین و بزرگترین شهر جهان رو درست کردن که اینجا رقصیدن، مشروب خوردن، کنسرت، همه چی آزاده. حجاب هم لازم نیست بذاری. تازه اینجا به شما میگن 4 تا زن بگیر که قشنگ برینن تو زندگی شما.